دلیر میرزویف سردار شعبه اجازتنامه‌دهی ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان و سرمتخصص این شعبه پرویز نعیموف به گرفتن $3000 پوره از صاحب یک شرکت بوکمیکری عیبدار می شوند. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 19 ایون سال 2023 خبر داد که نعیموف پرویز در وظیفه سرمتخصص شعبه اجازتنامه‌دهی ریاست حقوق وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان کار کرده در اساس مصلحت پیشکی با سردار شعبه مذکور میرزویف دلیر ضمن فعالیت کاریشان همچون شخص منصبدار از شهروند برای مساعدت نمودن جهت گرفته دادن اجازتنامه مشغول شدن به فعالیت اداره بوکمیکری به صفت پوره مبلغ $3000 را طلب نموده از این مبلغ $1000 را گرفته باز آورده دادن $2000 مبلغ باقی مانده را طلب کردند. در نتیجه گذراندن عملیات فوری تفتیشاتی بعد از شهروند گرفتن باقی مانده مبلغ $2000 نعیموف و مسلک جنایتی او میرزویف دستگیر گردیده مبلغ مذکور از آنها همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. اگنتی گفت در این خصوص نسبت به نعیموف پرویز و میرزویف دلیر بر اساس ماده 319 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی آغاز گردیده بعد انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدارکنی برای مویتا بررسی نمودن به دادگاه ارسال کرده شد. تفصیلات دیگری پرونده آورده نشده است. به این دو منصبدار امکنون سابق وزارت مالیه بر اساس قسم 3 ماده 319 همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مدت از 3 تا 5 سال تهدید می‌کند.